سلام دوستان، امروز با هم میریم یه دنده لاپولوی خیلی خوشمزه و خوب مجلسی آماده کنیم. 5 عدد پیاز رو خورد کردم. مقداری دنبه رو نازک برش زدم و کف تابه گذاشتم. یه مقدار پیاز روش گذاشتم و بعد دنده ها رو که به این شکل گوشتی هستن روی اون میذارم. اندازه نداره، نسبت به تعداد خانواده میتونین از دنده استفاده کنین. بعد یه مقدار فلفل سیاه، ادویه کاری و زردچوبه روی اون میپاشم. بقیه پیازا رو روی دنده ها میذارم. فقط نصف لیوان آب داخل تابه میریزم و روی حرارت کم به مدت 3 ساعت میذارم تا بپزه. این اوایل پخته، حدوداً نیم ساعت از پخت گذشته. من تا 2 ساعت 2 ساعت و نیم از پخت بگذره دیگه در تابه رو باز نمی کنم و الان حدود 2 ساعت و ربع گذشته در تابه رو باز می کنم. از این به بعد حدود 2-3 بار تا اواخر پخت گوشت ها رو زیر و رو می کنم. ممکنه یه وقت بیشتر از 3 ساعت براتون طول بکشه یا کمتر، نسبت به گوشتتون فرق میکنه. اواخر پخت حدود 20 دقیقه آخر نمک رو اضافه میکنم. همینجور که میبینین به روغن افتاده گوشتمون. دیگه آماده است که 20 دقیقه نیم ساعت دیگه بره لای پلو. برنجو از قبل پختم و آبکش کردم. توی ماهیتابه، دوباره یه ماهیتابه بزرگ، کف اون سیب زمینی گذاشتم برای تهدیگ. یه لایه برنج روش ریختم و بعد از آماده شدن کامل گوشت ها به این شکل گوشت ها رو هم روی اون برنج میذارم. دنده ها رو کامل با تمام مخلفاتش که همون پیاز ها هستن روی برنج میذارم. پیاز ها آب شدن و اون مقداری هم که باقی مونده خیلی خوشمزه است. حتی بچه هایی که پیاز توی غذا دوست ندارن این پیاز رو با لذت میخورن. از روغن خود گوشت، روغن دنبه استفاده میکنم و روی برنج میدم. لایه دیگه برنج رو هم روی اون میریزم و روش رو صاف میکنم. میتونین اگر مقدار غذاتون زیاده اونو توی قابلمه بپزین، اما اگر تعدادتون مثل ما کمه میتونین توی تاوه بزرگ دردار بپزین. همینجور که میبینین روغن هم ریختم، دوباره روغن دنبه، و حدود 1/3 لیوان آب میدم برای بخار بالا دادن و میذارم روی حرارت تا مثل همه پلوهای دیگه دم بکشه و اینجوری آماده بشه. یه غذای دلچسب و لذیذ و خوب. دوستان، جای همه شما خالی و خدا نگهدارتون.